وزارت کارهای داخلی روسیه در سامانه رسمیش آخرین آمار مربوط به مهاجرت را نشر کرد که در آن گفته می شود که طی 9 ماه ینور سپتامبر سال 2021 در مقامات مهاجرتی روسیه 2,025,712 شهروند تاجیکستان خود را ثبت نام کردند. 1,597,481 نفر آنها در سندها نشان دادند که به روسیه برای کار آمدند. در این زمان 1,502,216 شهروند تاجیکستان خود را از قید در مقامات مهاجرت روسیه خارج کردند. به این ترتیب مقامات روسیه بار اول رسما شماره مهاجران تاجیک را در این کشور بیش از 2 میلیون نفر برشمرد و آن هم بدون تا 800,000 زاده دیگر تاجیکستان که علاقه شهروندی روسیه را به دست آوردند. این ارقام از ارقام رسمی مقامات تاجیکستان به مراتب فرق میکند. مقامات دوشنبه ادعا دارند که در سالهای آخر شماره مهاجران تاجیک در روسیه گویا 2 مرتبه کم شده است و حالا در روسیه گویا حدود 481,000 شهروند تاجیکستان قرار دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی روسیه نزدیک 59,000 از شهروندان تاجیکستان گفتند که به روسیه برای تحصیل آمدند. 237,000 هدف سفر خود را خصوصی و 7,523 نفر سفر تجارتی گفتند و تنها 1,581 نفر گفتند که به روسیه همچون سیاه برای تماشا آمدند. 237 نفر گفتند برای کارهای بشری به اینجا آمدند و 35,000 باقی مانده هدف سفر خود را دیگر ننوشتند. از لحاظ شماره شهروندان در روسیه ثبت نام شدهش تاجیکستان تنها از ازبکستان عقب میماند که از اول سال قریب 3.4 میلیون شهروندش در روسیه خود را همچون مهاجر ثبت نام کرد. بیش از 3 میلیون نفر آنها گفتند که به اینجا به مرد کار آمدند. همینطور 751,000 شهروند در روسیه ثبت نام شده قرقیزستان 623,000 اعتراف کردند که هدف سفر آنها به این کشور جستجوی کار است. برای این سه کشور آسیای مرکزی پولهایی که مهاجرانشان از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود.